با انجام این چند کار ساده عمر دریلتون رو تا 2 برابر افزایش بدید. نکته اول، وقتی دارید با دریل کار میکنه خب به محض اینکه کارتون تموم میشه دریل رو زمین نذارید، صبر کنه دریل از حرکت وایسته بعد بذاره زمین، چون در حین حرکت میتونه گرد و غبار زمین رو داخل خودش جمع کنه. نکته بعدی اینه که برای سوراخ‌کاری دیوار از مت یه سایز رول پلاگ استفاده کنید که مجبور نباشید مثلا مت رو قلاب کنه داخل سوراخ که سوراخ بازتر باشه بتونه رول پلاگ رو بزنه. نکته سوم اینه که وقتی که ببینید دستگاهتون داغ میکنه یه خورده کارو تعطیل کنید تا یکم خنک شه دستگاهتون، دوباره شروع کنید استفاده کردن. داغ بودن مداوم دستگاه بهش آسیب میزنه. نکته چهارم اینه که در هنگام سوراخ‌کاری سقف وقتی دریلتون حالت عمودیه سعی کنید از غبارگیرهای مخصوص یا چیز مشابه استفاده کنید تا گرد و خاکی که از سقف میریزه پایین داخل دریل کشیده نشه. نکته آخر اینه که وقتی که سوراخ‌کاری دیوار رو دارید انجام بدید، وقتی مت داخل دیوار شد دیگه نذارید سه نظام ضربه بخوره به دیوار، نیم سانت مونده به دیوار سوراخ‌کاری رو متوقف کنید.